مولانا میگه یک بوسه ز تو خواستم و 6 دادی، شاگرد که بودی که چنین استادی. خسته شدیم از دویدن، خسته شدیم از جنگیدن. الان وقت دریافت کردنه، الان وقت باز کردن فضایی که معجزه اتفاق بیفته. وقتی توی اتاق 3000 نفر پر چپیدن، چطور میتونه یه آرامش ایجاد بشه؟ چطور میتونه فضا برای معجزه باشه؟ اول باید خالی بشه، فضا باز بشه. زندگی همیشه اینجوریه، وقتی فضا برای اتفاقی باز میکنی اون اتفاق میفته. ما همش میخوایم پر زندگی رو هی چیزای جدید هم ازش بگیریم. به قول استاد ما میگفت you're not here to get, you're here to allow. اجازه بدی اتفاق بیفته. اگه تو اجازه بدی، فراوانی برات توی چشم به هم زدن اتفاق میفته. ولی اگه اجازه ندی، تا آخر عمرت باید دنبال 1 قرون 2000 بود. You got it؟ اگه اجازه بدی، خدایا من پول به تو واگذار میکنم، سلامتیمو به تو واگذار میکنم، آیندهمو به تو واگذار میکنم. معنیش چیه؟ معنیش اینه که دیگه در موردش فکر نمیکنم، نگران نیستم، قصه نمیخورم، نشستم مدام حسرت بخورم، نشستم مدام برای خودم شک و تردید ایجاد کنم. من فضا باز میکنم که خدا وارد زندگیم بشه. خودتو پر کنی از عشق، خودتو پر کنی از انرژی خدا. و بعد نگاه کن ببین چی میشه. نگاه کن، میشه یه آهنربا. آیا براده های آهن اختیاری دارن که به سمت آهنربا برن یا نرن؟ نه. تو وقتی خودتو مگنتایز کنی، خودت رو اترکتیو کنی، چجوری انرژیت رو بالا نگه داری، دستت رو قلبت، به خودت اعتماد داری، مدام گدای بیرون نیستی، مدام درگیر دنیای بیرون نیستی، تبدیل به یه آهنربا میشی مگنت. You galvanize yourself, you magnetize yourself. و وقتی این اتفاق بیفته، براده های آهن نمیتونن نیان سمتت. به همین سادگی. و این میشه اون دریافته، این میشه اون باز کردن قلب و دریافتش. ما همش دنبال 1 قرون 2000، دنبال نونیم، دنبال گداییم، دنبال توجهیم، همش داریم چیس میکنیم. هر چیزی رو که چیس کنی ازت فرار میکنه، هر چیزی رو که دنبالش بدویی. این قانون طبیعته، غیر از اینه. گیتا میگه اگر خودت رو بشناسی، تمام خواسته هات برآورده میشه. واقعا بعد از این جمله باید 1 سال سکوت کرد. کریشنا، لورد آف لاو، خدای عشق، به آرجونا میگه اگر خودت رو بشناسی، همه آرزوهات، همه خواسته هات برآورده میشه. گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ.